شر خود گل خود شر خود گل خود در بدو کل کلاغ گل خود عرب زباغ گل خود بیا کلی سی برده بیا کل اسلاف نکرد گردن و بعد باشد یک دیفل اسلاف نشد گل خود لقمه بزنم به بدن دیگه ایلای نکود داری؟ ها سر چنده؟ کی؟ سر چنده؟ خب پشباق داری پیه مثل کادر خوب چیزایی همه تا علیسه گردن و بند باشه که بده یک دایی داری پیه خیلی بدی سر خونه که دیگه نه سر معمول کفت دست تو پاکتره برو او یک کمیزی پخشاب بده بکده پشباق خوبه به نسیه نمیدم خاطر نانه میدم پلاخو میدم بده خاطر نانه میگه نسیه نده بند ندی قاشق دیگه این حق توریه البا اینا با بوجوندو و خیلی بده داری کم کود البا بیا سرکم بریزم سرکم بریز کن نه بعد سبا پولم بریز یاره نگاره فقط بابا سیاه زنیفه بخریدی پول نبرید داری پی خریدم میگه تال یک جای داری بگفتی بگه بالاگی پوشباق بالاگی بس نداره نه مشکنسیه نه خود که اینه درولو نانی بله اینجا اشتباه آوردم درولو نانی بله که من گاهی وقت خلطیر میشم ایزیمر میگیره خلطیر میشه ایزیتون بخور کام نمک بده چی؟ شور از من نمک زبا بس کدوم میگه با خود کنم اگه شور شد مزه میده یک کار رو بیترا بود بیلا یک کار رو بیترا بود تو با مزه شکم خود چی میفهم اینا بیتره برو لیرو اپیش نانه ما بسوخته بود گل خود شر خود گل خود گل کلاغ عرب زباغ برادر بیا خیلی بینی گلا خور بده بودم دادم بودم دادم چند دفعه دادم بودم نستیم دی کسی بکدی ندیدی گل خود شر خود گل خود کل کلاغ گل خود شر خود بیا برادر که اینو گردن و بعد باشی علیسه گل رو چیزم خلاص شد کم ببره که خلاص شد برادر خاله جان به صف بستگیم خاله به صف بستگیم شلوغ نکنیم نمیشه که ما باشه به صدری به برفشم این به چکاکا مای تفلکا مای خاله جان بریم ببر ماما شما بیا آمده میگیم یک پنسیدی به ما شور خود بدی بابا یک زن نمیشه نه دیگه بابا صد بستگیم او بر بستگیم صفه بگیریم چه مجبورم به مردم دروغ بگم که اصلا خب بیرشم خاله جان نگه فروشی یا بحث خلاص شد دیگه 5 مال جیش دادم خلاص شد دیگه چی نمانده دیگه ما این نگاه کنم شهر از نوکر شما رو بیارم این 4 این 5 آره گردن و بند باشه سرکله گله خوب شد پیدا شد شما چای هم دارن خوردن دل مرگشتگی ولنگ میکنه هنو لذیرش بگویه که برای عدیمی دم 1 کیلو نخود میستونم میخوام گیله دو گیله
بیمدی آشتنی رنجر خیراته دم خیلی بدگیله جو نمار بشو کپ بزن خدا دیرو بیتر یا علی امرو بیترتر دیرو کپیش نانه من بوسو خیلی بیترده بابا دیرو تماشو یک بخشو نخودی بخور نانه تو بیامو یک کا بخشا دا نوردو ما بودو بعد از اینکه من نخدا خوب بفرختی بریم به خود خوب هوا کنیم خوب شدیم رو بیامید عرفتی؟ دیگر برای رفیق داری؟ الان تو هم برای رفیق داری همیت بخشا پر نخودی بریم الان ایتالی میفهمی؟ من خاطر گاهی وقت نانه من رد من میگیره بفهمیدی؟ نانه من رد من میگیره به خاطر که میگه تو شون نخوتر مثلا به مردم به نسیه نده نده به نسیه؟ به نسیه برفشون باز نانه من میگه پول از کجا بیاره ما بریم بخریم دیونشون رو خود بیتر یا کابوغزاد که بری به هوا پی سر که پیر شه کابوغزاد؟ بیتری کابوغزاد ریشتری و هرچی خوشتی یک طبق دو طبق پنج طبق خب برو بیار دیگه همه شور نخوته هم من خدمت جا کنم خوشبخت پوری جا کن دلجم باش خوبه خیلی جا کنی برد پاره لگه بیشتر با کجا برزم خیلی این خورده ما یک دقیقه با چوقی هم بدی دیلم چشم آره بگی نوش جان کن تشکر باید سرکه نداره واسه تو سر تو کالا بفهمیدی پسته میندازن سر که سر تو خیلی بوداره راست میگه از من میگه چطوری دیگه دم خیلی دم خب مرد بگیره اونی دسپالی و کمر کن من چون چه طاقت من نمیایی کچه اینو خودتر میکنی چه این نگاه استاده شد این نگاه استاده شد زینب خوانه من با خود جا میکنم دیگه من سو کشم نه سو هم نکن این تکه گیر با طاقت من نمیایی اگه من نخورم خود بشته خیلی جا بکنه خوی خود منم دیگه ایله جو یک بار بمرا رو من به 100 بار بیارم خوب عزی بابا ها دقیقا رو تا بخشاری هم دو رفت بخور که دست پا تو قوات گیره بتونی راری بچه چند پوش با؟ 5 بخشار به 20 یه بویه من نمیشه برا به 20 پوش با تل من دو رودی به چرب شه نانه من روز هوا خوب گفتا خیلی نخوری که امرو با سیری پتا اون کردی گو ایلا یک اشتبی دیگه هم بیارو اون بشه ملاق چه دیونه یک بخشار نیا بدیم از اینا بیا سورخا دو پوش وقت خوبه این پر کن دردی نکنی یواش خوبه میشیرم لکت بیشتر خوشتی به تو همون دید چند پوش باختگی؟ برا تو امروز هم سیرشون سبا هم سیرشون یه عمالشی نیم سر قیمت کنه آی 5 طبقه چشم باش 5 نیم طبقه چشم ایلا جا کن بخشاب کلونه بخشاب کلونه خیلی جا کنه دلجم باش دیگه برو من معدوشتگی ولنگ میکن نام خدا یعنی گیلک مدر تو خیلی بینه یک نخوتا پخته نمیکنه گردان مواد به شهر به کل شهر افغانستان نیه باشو که بده گیلک چشم نه دیاره شور ما بخور برو دیگه تو نخوری گیلک نه دیگه من خواهد نخوری طاقت من نمیاری برو همه با بخوری با ندهی بری خواهد نه دیگه چیزی کی برید گیر آقا تکسی گیلک خیلی بینی خیلی بینی آقا دوست بیا آره خب بیا دیگه خب میگو یعنی روزایی هم که مدر تو پخته نمیکنه نه نمی بیامان تو برو نه بیامان نگی شه نه چی نانه با؟ نخواه همین کمک نخ بجون گوتی روپی بدک نه دیدی میگم من از تو میپرسم که تو بیامدی که نخود بفرشی یا بیامدی که نگاه که خود بازبندی کنی بابا بفرشیدم که از کجا میفرشی؟ فقط از همون بگم که تو چیزی ندیدم کنه اینا
کاغذ از کجا آوردی؟ خودت بگم بزنم چی شایی میکنی؟ سلام علیکم. و علیکم. سلام بابا. و علیکم. اینو چیه؟ بله. اینو چیه؟ اینا ملاخ شد، یک دفعه که ملاخ شد بده بیدم کله اینا ماستم به زمین خورم، به زمین نخوردم، من هوشیار بیدم، من خورنگاه داشتم، به زمین نخوردم، ملاخ نشدن، چه شده به خوبه گرفتم. چرا دروغ میگه بگه کن تاقنه اینا رو بخریدم؟ اشاره نکن به طرف مگه من خوش نمیاد دیگه. خود دروغ من مگه از کی خرید اینو؟ برو تاقنه خلاص لازم میده کل کجی برو اینا رو بخریده. همون مادر بیچاره تو 6 تا مرغ تو خونکنی خوب بفرو. با تو زنبر خرید، با تو تبنگ کیا که با تو نخود خرید، حساب کتاب کیا که تو نخود بفروشی و کاغذات بخری. گردنم بندش یک ریپیر بابا حرام باشه که ما باله کاغذات بداده باشم. پس اینا را کجا بردی؟ راست خوب کو که کله تور میکنه. من شما راست میگم. همین راست تو برو صدار داری به فایده کرده. رو خودت رو خودت سیری به تاون کرده. این دروغ میگه. هر چی پیدا میکنه بالا کاغذ بادو نخ میده. زنده که تو گفتی بچه تو اصل کار نیه، اصل معامله نیه، تو میگی چه کار فلانه بچه که باشه بر شورن خود بفروشه. مرغاکا مر بفروشه. خب من چه کار کنم؟ بگیم شما رای بابا نشون من چه کار کنم؟ انال برای نشون میدم. صبر کن. کجی؟ بلی. بیا گیجی. بیا. چی باید بابا؟ بیا اینجی میگو. میگو. من مکار پیاتونو. نه. ها؟ نه. اشتنی. و چکار چی؟ من مطیقی داره بداره. یا خانکنده تریشی فهم دا فکر میکنی که من مرغاب تو خونکنی خب من بچه خوشورن خود خریدم که بفروشه در و فایده بیاره تو برای کاغذات میدی گردانم بچه مامون نرگود ببری و داری بیا بیشتر دادو بیشتر در دادی ها منو کار پیاد کنو منو کار پیاد کنو نه من پول آقای رو بیشتر تو پول دادی بریو داری بیا بری یو تا کاغذات دارم ببین نه کجا میگه کجی رو دادم من خوکا دارم ای بابا خریدم بری دارم برو دیگه بدم بری بابا نرمید اگه بده نمو گیلم سلام بردو اگر تو خدا چه خونه بینو نمیبینی بگیرم تریش میکنم بابا نرمید اینار من نجوندم کاکا کجی ما تریش تو باشه که اگر خون روز دردم بریم دی بری بابا نرمید بری به سراغ بری پیراستا جل بری یا خطی با گیلگی بره بخوری کبار تو باش کنه ما مفته که ندیدیشون اختا دو تا کبوزات تو دادو اگه میشتری کمی هم فرق سارتو میزدو تو بخو میفهمیدی به خشم میزدی بید من به تساریو نه به خشم به فرق سار خود خو میزدو تساریو به خشم خودی زده میمو اصلا نکوزیش بی کارا خود نکوزه که بسته دیگه من در بدر کردن دیگه تا بکر بشون بگو زدن که به خشم نمیشه دیگه باشون نصیحت کن ایشه نصیحت تو سر خیلی نصیحت بخوره بخیر بعدی که این میکنی برای شما مدام میکنی میکنی خودی نخرده چیزی رو هم تر کنه که بسه بین بزن الان میرم به فکر از دارم باشه تمام خونه برم یک دقیقه کمیش میه تیار میکنی یه گوجبی تو صبر کن صبر کن نورالله یک دقیقه لالم میگو سلام علیکم. یا خواهش برادری همسایه داری بفهمید کار شده مامان نگرو چی هنو چه کار شده خیریت باشه هم بچه خود کجی رو نصیحت کنیم برو تا بکی دیگه من به بچه خوش نخود دادم که بفروشه اونا رو هم بالا کاغذات بده بچه تو اکثر اونا میخوره کاغذات میده بریو یعنی کار خوبیه گپا شما خلاص شد مامان ها چرا نشد اول من با شما بگم بچه شما خوردیه اگر خوردیه کما بگم والله خوردیه بیاقله بچه ما پیش از این نخوتار میستانه نوما خدا بچه شما مال 4000 بچه مردا این بیاق حساب کن دیو موندی از یم کی گفت بچه شما که چند خور بیار بدم دیکم بچه میستاده بچه مسالیه
نه براده نامده کاکا شما یک گپا میزنه مامونه بچه خود نصیحت چیکار میشه نه کار خود در بگو میگو انا که تو گفتم دیگه بار آخر بچه تو باشم بچه خود نصیحت مامان اورو بچه شما خوردین یا شما میگیم دیوانی ساده شما رو کنترل کردن میتونه من چی رقم کنترل کنم بچه مردم میتونه بدم دکون نه یا بچه خود کنترل کن بچه خود با کنترله هیچ کنترل نیه وقتی تو ساده بیا خود تو نمیتونی با جلوی بگیری به من میگیم بیا تو جلوی بگیری بچه خود کنترل کن چه بچه نه یا دیگه بدم دکون چش کنه گپا مفت شما هم میگم که هست که چی بگم بولو کجا بودی؟ سلام علیکم دارم یا راست میگی بخیر سلامتی چی گفته؟ اشتنا مادر تو خوبم شکرم دارم مادر میگفتم من ماما فوق بیاد رفیق ولی به نخاطر خود بسید حالا گوش کن موقع تبادر 2000 پول به تو بدم که تو فرقونه بستونی بکن خود جشتی بله عبر از این کار ما تیف فایده نداره تو خدا فایده رو ولی گلد قرار روز یکی ساسه سر قرار خود پیدا میکنه کشتی پیدا میکنه گیلک که پیاره میگه غیر از تاون دیگه کار نداره گیلک گیلک طالبا زندگی کار بکرده که پیاره از این داری که فایده بخوره خدا میشه فایده میکنه چی سیکو ماما جو از بر این نخوت و مشنگ و احمد و محمود یه تیر باش مامای تو نمیتونی مثل گیلک و او اصلا کار نمیکنه او از تو بدتره تو از او بدتری تو به یک جای که من بگفتم به تو مامای ما به مادر تو بگفتم که خوار جو همی بچگاه خورده که من دیگه با تا این باغ و باغچه من دیگه کنن ما کارگر دارم 5000 روپیه میده این 5000 تو نمیتونی بیاورده من دیگه تا جون مرغار میکشتی تو به یک جای باشی که وسیلی که خراب کنی نباشه به دست تو داره فایده خیلی داره من خود بیاد خود فروشی بودم برای بنی حساب فایده بیخی به قیافه تو غیر از نخود فروشی دیگه کار نمیاره من بیلاد فایده میکنه نخود فروشی شما دو تا که خودی هم نخود بفروشین دیگه چه کار میشه به پیش منیه برو مادر مبستو به خونه هسته بگیری کلنگرم ببرک بده دست این بچه هم تک بدم باقچه استاده درم برای خود پیوسته کنی خب برو مادر من 2000 پول به خوب والله نامه که خوارزاده من 2000 رم بتونه کار کرده بروگه هفته فرقون و بار و بندل هم خودی هم در بست کن خود در بسته کنی برای کن